در این درس قصد داریم تا با یک سری از اسکریپت ها و کد های مؤثر در محیط 3D Max و همچنین ویری آشنا بشیم و ببینیم که به چه ترتیبی میتونیم اسکریپت نویسی در محیط مکس رو انجام بدیم. خب مطابق با روال همیشگی در منوی مکس اسکریپت گزینه نیو اسکریپت رو انتخاب میکنیم تا پنجره‌ای برای ما ظاهر بشه. در پنجره ظاهر شده شروع میکنیم به نوشتن دستورات. با عبارت رول اوت کارمون رو شروع میکنیم و بعد از اون هم عبارت فلایت استودیو رو وارد میکنیم به این ترتیبی که در تصویر هم مشاهده میکنید. در حقیقت عنوان فایلمون رو میخوایم بر همین اساس تعیین بکنیم. داش تولز رو هم به اون اضافه میکنیم که البته در این قسمت بهتره که ما از آندرلاین استفاده کنیم، به این دلیل که اگر ما داش رو در این قسمت بگذاریم مشاهده کردید که عبارات ما به صورت کامنت تبدیل میشن. عبارت تولز و بعد از اون هم آندرلاین و حالا عبارت رول اوت هم در اینجا میخواییم. یه دبل کوتیشن میگذاریم و سپس عبارت فلایت استودیو در این قسمت رو مینویسیم. عبارت بعدی رو تولز در نظر میگیریم، یه دبل کوتیشن و همچنین در قسمت بعدی می نویسیم مقدار ویت علامت 2 نقطه و همچنین عدد 318. در ادامه کارمون هم عبارت هایت رو داریم، علامت 2 نقطه عدد 531. در سطر بعدی وارد میشیم، پرانتزی رو میگذاریم برای اینکه بلاک جدیدی ایجاد بشه. خب کارمون رو به این صورت شروع میکنیم. عبارت اسلایدر و همچنین عبارت کمپوز هم در این قسمت نوشته میشه. آندرلاین اسلایدر رو هم در اینجا وارد میکنیم و سپس 2 تا دبل کوتیشن خالی رو میگذاریم. حالا میگیم که مقدار پوز یا پوزیشن و موقعیت به این صورت باشه. در این مختصات عدد 23 و عدد 247. در داخل بلاک اونها رو محصور میکنیم. مقدار بعدی رو ویت یا عرض در نظر میگیریم به صورت عدد 266 و همچنین مقدار هایت رو هم در اینجا عدد 25 مشخص میکنیم. وارد سطر بعدی میشیم. در این قسمت عبارت اسپینر رو می نویسیم به این ترتیبی که مشاهده میکنید و همچنین مقدار بعدی رو هم کامرا پوز در نظر میگیریم. سپس یه دبل کوتیشن خالی رو هم در اینجا میگذاریم، عبارت پوز و در داخل یک بلاک مشخص میکنیم که باید مقادیر 162 و همچنین مقدار 227 رو داشته باشیم. بلاک کروشمون رو در اینجا میبندیم. سپس عبارت ویت به معنای عرض رو هم وارد میکنیم، علامت 2 نقطه عدد 86 و همچنین عبارت هایت هم در اینجا به معنای ارتفاع و سپس علامت 2 نقطه و عدد 16 رو میگذاریم. خب با فشردن کلید اینتر کوچیک مشاهده میکنید که ما فعلا در اینجا نمیتونیم عملیاتمون رو به صورت اجرایی ببینیم. بنابراین وارد سطر بعدی میشیم و ادامه دستوراتمون رو مینویسیم. اینجاست که ما میگیم از دستور یا عبارت باتن استفاده بشه که اشاره میکنه به ساختار یک دکمه یا باتن که برای صدور دستورات استفاده میشه. همچنین مقدار بعدی رو هم لانچ در نظر میگیریم، underline app1 که برای دسترسی به اپلیکیشن شماره 1 استفاده میشه. خب در مرحله بعدی هم میگیم که عبارت لانچ در داخل دبل کوتیشن محصور بشه، عبارت پوز رو هم در این قسمت داشته باشیم و در داخل کروشه میگیم که عدد 21 و همچنین عدد 354 رو مینویسیم. کروشمون رو میبندیم، مقدار بعدی رو ویت یا عرض در نظر میگیریم، عرضش رو هم برابر با 47 مشخص میکنیم و همچنین مقدار هایت یا ارتفاعش رو هم برابر با 22 در نظر میگیریم. وارد سطر بعدی میشیم. در اینجا از عبارت edit text استفاده میکنیم با این شکل نگارشی که اینها جزء کلمات رزرو شده در محیط مکس هستند که به زبان اسکریپت ما میتونیم از اونها استفاده کنیم. حالا میگیم که عبارت بعدیمون باشه app underline edit 1 با این شکل نگارشی که در تصویر هم مشاهده میکنید. دبل کوتیشن خالی رو هم میگذاریم و سپس فاصله رو ایجاد میکنیم. در اینجا میگیم که پوز یا پوزیشن علامت 2 نقطه و در ادامه کارمون هم کروشه رو میگذاریم. عدد 78
و همچنین عدد 352. کروشمون رو در اینجا میبندیم، مقدار بعدی رو ویت در نظر میگیریم، علامت دو نقطه عدد 158 و همچنین مقدار بعدی رو هایت در نظر میگیریم برابر با عدد 23. وارد سطر بعدی میشیم و ادامه کد هامون رو می نویسیم. عبارت باتن، عبارت set underline app1 در این قسمت و در داخل دبل کوتیشن. عبارت بعدی رو set app یا اپلیکیشن در نظر می گیریم، دبل کوتیشن رو می بندیم، مقدار پوز یا پوزیشن رو هم در اینجا مشخص میکنیم. میگیم که عدد 241 و همچنین 353 باشه. بلاک اون رو میبندیم و سپس میگیم که مقدار ویت یا عرض به این شکل باشه برابر با عدد 44 و مقدار هایت هم برابر باشه با عدد 22. به سطر بعدی میریم، باز هم از عبارت باتن استفاده میکنیم به معنای دکمه و بعد از اون هم مقدار load underline more رو در این قسمت می نویسیم. یه دبل کوتیشن در این قسمت میگذاریم و بعد از اون میگیم که باید در اینجا هم عبارت more نوشته بشه. یه فاصله، عبارت پوز، علامت دو نقطه و سپس کروشمون رو میگذاریم. عدد 98 و همچنین عدد 195 رو هم در اینجا میگذاریم. در داخل بلاک کروش اونها رو محصور میکنیم. سپس مقدار ویت یا عرض رو در اینجا برابر با عدد 48 مشخص میکنیم. مقدار هایت رو هم در اینجا برابر با عدد 22 در نظر میگیریم. خب وارد سطر بعدی میشیم و یک بار دیگه از عبارت باتن استفاده میکنیم. خب باتن رو در اینجا می نویسیم LOD underline و سپس مقدار must رو اضافه میکنیم. یه دبل کوتیشن، عبارت must، دبل کوتیشن، عبارت پوز، دو نقطه کروشه، عدد 31 و 195. خب کروشمون رو میبندیم. حالا در ادامه کارمون میگیم که مقدار ویت یا عرضمون برابر باشه با عدد 48 و همچنین مقدار هایت یا ارتفاع هم در اینجا برابر باشه با عدد 22. و اما یک بار دیگه باز هم از عبارت باتن استفاده میکنیم. در ادامه کارمون هم عبارت load underline less رو در این قسمت می نویسیم. یه دبل کوتیشن، عبارت less در داخل دبل کوتیشن محصور میشه و همچنین مقدار پوز رو در اینجا میگذاریم و یک کروشه. خب عدد 165 در اینجا و همچنین عدد 195 هم در این بخش نوشته میشه. مقدار بعدی رو ویت در نظر میگیریم که ارزش باشه باز هم برابر با 48 و همچنین مقدار بعدی رو هم هایت مشخص میکنیم که خب اشاره میکنه به مقدار ارتفاعش، علامت دو نقطه و عدد 22. وارد سطر بعدی میشیم و در اینجا مجددا از دستور یا عبارت باتن استفاده میکنیم LOD underline list با این شکل نگارش. یه دبل کوتیشن، عبارت لیست هم در این قسمت یه دبل کوتیشن میگذاریم، عبارت پوز، دو نقطه و سپس کروشه رو میگذاریم. عدد 232 و همچنین عدد 195 رو در این بخش احتیاج داریم. مقدار بعدی رو ویت یا عرض در نظر میگیریم برابر باشه با عدد 48 و همچنین مقدار هایت رو هم در اینجا باز عدد 22 در نظر میگیریم. خب در سطر بعدی میگیم که باید عبارت لیبل رو در اختیار داشته باشیم. پس به این شکل اون رو می نویسیم و این نشون میده که جزء کلمات رزرو شده هست. خب عبارت LBL مثلا شماره 5 رو برای اون در نظر میگیریم. یه دبل کوتیشن و سپس در داخل اون هم عبارتی رو وارد میکنیم. You can specify programs to launch. خب همین عبارت رو در اینجا وارد میکنیم. Specify programs to launch. خب این عبارت که در اینجا نوشته شد علامت نقطه هم میگذاریم، سپس ادامه میدیم. set application به این شکل نوشته میشه to و بعد از اون هم عبارت executable رو اضافه میکنیم. خب بعد از اینکه این عبارت رو هم در اینجا نوشتیم عبارت فایل رو میگذاریم به معنای فایل های قابل اجرا. دبل کوتیشنمون رو هم میبندیم و سپس در داخل یک کروشه باید مقادیر رو مشخص بکنیم. بنابراین در اینجا عبارت پوز یا پوزیشن رو تعریف میکنیم.
میگیم که مقدار 50 و همچنین 314 رو در اینجا باید داشته باشیم. مقدار بعدی رو ویت در نظر میگیریم، علامت دو نقطه 190 و همچنین مقدار بعدی رو هم هایت مشخص میکنیم، یعنی ارتفاع برابر باشه با عدد 34. وارد سطر بعدی میشیم و ادامه دستوراتمون رو مینویسیم. خب در اینجا مجددا میگیم که عبارت لیبل رو احتیاج داریم، به معنای همون برچسب. میگیم که مقدار LBL شماره 10 باشه، دبل کوتیشن علامت دو نقطه دبل کوتیشن رو میگذاریم داخلش و سپس عبارت پوز یا پوزیشن. موقعیتش هم میگیم که باشه مقدار 70 و همچنین 356. کروشمون رو در اینجا میبندیم. سپس میگیم که مقدار ویت دو نقطه عدد 9 رو در اینجا میگذاریم. سپس مقدار هایت رو هم در اینجا برابر با عدد 18 در نظر میگیریم. خب وارد سطر بعدی میشیم و ادامه دستوراتمون رو مینویسیم. یک بار دیگه هم در این قسمت ما از دستور باتن به معنای دکمه استفاده میکنیم. خب میگیم که در اینجا دکمه ای باید وجود داشته باشه که در حقیقت عبارت لانچ underline app2 برای اون بتونه که عمل بکنه، یعنی برای دسترسی به اپلیکیشن شماره 2. و اما در قسمت بعدی هم عبارت لانچ رو در داخل دبل کوتیشن میگذاریم، مقدار پوز علامت دو نقطه و سپس عدد 21 و همچنین 379 رو هم به اون انتساب میدیم. حالا میگیم که مقدار ویت در اینجا برابر باشه با عدد 47. مقدار هایت رو هم میگیم که برابر باشه با عدد 22. در ادامه کارمون مجددا از عبارت edit text استفاده میکنیم، یعنی اون قسمت ویرایشگر متنیمون که اشاره میکنه به مقدار app underline edit 2 با این شکل نگارش. یه دبل کوتیشن خالی رو هم میگذاریم و سپس میگیم که مقدار پوز علامت دو نقطه و در داخل یک کروشه عدد 78 و همچنین عدد 377 رو میگذاریم. کروشمون رو میبندیم. مقدار بعدی رو ویت در نظر میگیریم، علامت دو نقطه عدد 158 و همچنین مقدار هایت رو هم در اینجا مشخص میکنیم، عدد 23. وارد سطر بعدی میشیم. در اینجا میگیم که از عبارت باتن به معنای دکمه استفاده بشه. خب حالا میگیم که عبارت set underline app2 رو در اینجا احتیاج داریم. یه دبل کوتیشن و سپس عبارت set app رو هم در اینجا میگذاریم. و اما در قسمت بعدی مقدار پوز علامت دو نقطه عدد 241 و همچنین عدد 378 رو احتیاج داریم. خب مقدار بعدی رو ویت در نظر میگیریم، علامت دو نقطه 44 رو مشخص میکنیم و همچنین مقدار بعدی رو هم هایت یا ارتفاعش در نظر میگیریم، عدد 22. دقت داشته باشید که اینها تقریبا اعدادی هستند که یه جورایی هم با هم رابطه دارن. مثلا 22 نصف عدد مورد نظر ما در قسمت هایی میشه که فرضاً میخوایم به اون ارجاع داشته باشیم، یا میتونیم بگیم که عدد 44 خودش مثلا با عدد 241 یه جورایی ارتباط داره که حالا بعداً متوجه خواهید شد که این ارتباطات به چه صورتی هستند. و اما یک بار دیگه دستور یا عبارت لیبل رو استفاده میکنیم. عبارت LBL شماره 11 رو هم می نویسیم، یه دبل کوتیشن علامت دو نقطه دبل کوتیشن و سپس پوز علامت دو نقطه و حالا در داخل کروشه عدد 70 و همچنین عدد 381 رو اضافه میکنیم. مقدار بعدی رو هم ویت یا عرض در نظر میگیریم، علامت دو نقطه عدد 9 و همچنین مقدار بعدی رو هم هایت یا ارتفاع در نظر میگیریم، عدد 18. به این ترتیبی که مشاهده میکنید مثلا این دو عدد با هم در اینجا ارتباط کاملا مستقیمی رو دارن. و اما در قسمت بعدی میگیم که باز هم باید عبارت باتن یا دکمه نوشته بشه. حالا اشاره میکنیم به عبارت لانچ underline app3 برای دسترسی به اپلیکیشن شماره 3. در داخل دبل کوتیشن هم عبارت لانچ رو میگذاریم و سپس مقدار پوز علامت دو نقطه و بعد از اون هم عدد 21 و همچنین مقدار 404 رو احتیاج داریم. حالا میگیم که مقدار بعدی رو ویت یا عرض در نظر میگیریم، برابر باشه با عدد 47 و همچنین مقدار بعدی رو هم هایت یا ارتفاع در نظر میگیریم که بشه عدد 22. و اما وارد سطر بعدی میشیم و یک بار دیگه در داخل این سطر از
دستور edit text استفاده میکنیم. با این شکل نگارش برای اشاره به متون قابل ویرایش app underline edit 3 در این قسمت نوشته میشه. یه دبل کوتیشن خالی رو احتیاج داریم. مقدار بعدی رو هم پوز در نظر میگیریم، علامت 2 نقطه و همچنین در داخل کروشه میگیم که عدد 78 و عدد 402 رو احتیاج داریم. کروشمون رو در اینجا میبندیم. مقدار بعدی رو هم ویت در نظر میگیریم که میشه عدد 158 و همچنین مقدار بعدیمون رو هم هایت در نظر میگیریم که میشه عدد 23. وارد سطر بعدی میشیم و ادامه دستوراتمون رو مینویسیم. خب در این قسمت میگیم که عبارت باتن سپس مقدار set underline app3 هم در اینجا نوشته میشه. یه دبل کوتیشن عبارت set app رو در اینجا احتیاج داریم. دقت داشته باشید اون چه که در داخل دبل کوتیشن ثبت میشه به معنای عبارات رشته‌ای هست و به همون ترتیبی که نوشته میشن در خروجی هم نمایش داده میشن. مقدار بعدیش رو در اینجا پوز در نظر میگیریم. علامت 2 نقطه یا در حقیقت کلون رو هم درج میکنیم. عدد 241 و همچنین عدد 403 رو درج میکنیم. سپس مقدار بعدی رو ویت مشخص میکنیم. علامت 2 نقطه 44 و همچنین مقدار بعدی رو هم هایت در نظر میگیریم. عدد 22. وارد سطر بعدی میشیم و ادامه میدیم. خب دقت داشته باشید که عبارت بعدی رو هم لیبل مشخص میکنیم. LBL شماره 12 میتونه که در اینجا مناسب باشه. خب یه دبل کوتیشن علامت 2 نقطه دبل کوتیشن رو میگذاریم. عبارت پوز 2 نقطه و در داخل کروشه عدد 70 و همچنین عدد 406 رو احتیاج داریم. مقدار بعدیمون رو مقدار ویت در نظر میگیریم مساوی باشه با عدد 9 و همچنین مقدار بعدیمون رو هم هایت در نظر میگیریم که مساوی باشه با عدد 18. وارد سطر بعدی میشیم و ادامه میدیم دستوراتمون رو. خب در اینجا مجددا میگیم که عبارت باتن رو باید داشته باشیم. سپس عبارت launch underline app4 در این قسمت یه دبل کوتیشن مقدار لانچ هم در این قسمت نوشته میشه در داخل دبل کوتیشن و عبارت پوز علامت 2 نقطه کروشه عدد 21 و عدد 429 رو در اینجا میگذاریم. مقدار بعدی رو ویت در نظر میگیریم برابر باشه با 47. مقدار بعدی رو هم هایت در نظر میگیریم که برابر باشه با عدد 22. وارد سطر بعدی میشیم و در این قسمت میگیم که یک بار دیگه از دستور edit text استفاده بشه. مقدار app underline edit for احتیاجمون هست. یه دبل کوتیشن خالی رو میگذاریم. عبارت پوز علامت 2 نقطه. حالا میگیم که عبارت مورد نظر ما مقادیر 78 و همچنین 428 باشند در داخل کروشه و سپس مقدار ویت در اینجا مساوی باشه با عدد 158 و همچنین مقدار هایت رو هم در این قسمت مشخص میکنیم که میگیم برابر باشه با عدد 23. خب در ادامه کارمون هم کلید اینتر رو فشار میدیم. وارد سطر بعدی میشیم و یک بار دیگه از عبارت یا دستور باتن استفاده میکنیم. این بار میگیم که set underline app4 و علامت دبل کوتیشن مقدار set app هم در اینجا نوشته میشه و مقدار بعدی رو پوز 2 نقطه در نظر میگیریم. در داخل کروشه عدد 241 و همچنین مقدار 428 رو میگذاریم. کروشه اون رو میبندیم. مقدار بعدی رو ویت در نظر میگیریم 44 و همچنین مقدار بعدیش رو هم هایت در نظر میگیریم عدد 22. وارد سطر بعدی میشیم و ادامه دستوراتمون. خب در اینجا میگیم که عبارت لیبل یا برچسب رو احتیاج داریم. مقدارمون باشه LBL شماره 13 به این شکلی که نوشته میشه. دبل کوتیشن 2 نقطه هم در اینجا میگذاریم و مقدار پوز علامت 2 نقطه عدد 69 و همچنین عدد 431 رو احتیاج داریم. خب مقدار بعدی رو میگیم که باشه ویت یا ارز با این شکل نگارشی و عدد 9 رو به اون نسبت میدیم. مقدار بعدی رو هم هایت یا ارتفاع برابر با عدد 18 در نظر میگیریم. وارد سطر بعدی میشیم. خب اینجا میگیم که یک باتن یا یک دکمه رو احتیاج داریم تحت عنوان لانچ با این شکل نگارش آندرلاین و سپس عبارت بروزر رو هم در اینجا میگذاریم. دبل کوتیشن و سپس عبارت بروزر رو در اینجا میگذاریم مجددا در داخل دبل کوتیشن.
پوز علامت 2 نقطه و عدد 16 و همچنین عدد 14 رو برای اون در نظر میگیریم. مقدار بعدی رو هم به همین ترتیبی که مشاهده میکنید میگیم ویتش باشه برابر با 44 و همچنین مقدار هایتش هم باشه برابر با عدد 22. و اما باز هم در سطر بعدی میگیم که با دستور باتن باید که کارمون شروع بشه. بنابراین عبارت باتن رو مینویسیم و بعد از اون هم عبارت لانچ رو احتیاج داریم. underline F L T out به این ترتیبی که مشاهده میکنید. یه دبل کوتیشن، سپس عبارت فیت اوت هم در اینجا اضافه میکنیم، دبل کوتیشن. در ادامه کارمون مقدار پوز و سپس عدد 71 و همچنین عدد 14 رو برای اون در نظر میگیریم. مقادیر بعدی رو هم ویت مشخص میکنیم، عدد 44 باشه و همچنین مقدار بعدی رو هم مشخص میکنیم برابر با 22 که همون هایت یا ارتفاع هست. و ما وارد قسمت بعدی میشیم. یه بار دیگه ما در اینجا میگیم که عبارت باتن و بعد از اون هم مقدار لانچ آندرلاین رو داشته باشیم. FLT این رو می نویسیم به این ترتیبی که مشاهده میکنید و بعد از اون هم در داخل دبل کوتیشن ادامه دستوراتمون رو میگذاریم به این ترتیبی که مشاهده میکنید. مثلا میگیم که مقدار فیت این رو هم باید که در اینجا داشته باشیم. خب دبل کوتیشنش رو درج میکنیم، عبارت پوز علامت 2 نقطه و همچنین عدد 126 و همچنین عدد 14 در این قسمت درج میشه. مقدار بعدی رو ویت در نظر میگیریم، علامت 2 نقطه عدد 44 و همچنین مقدار بعدیش رو هم هایت برابر با 22 مشخص میکنیم. وارد سطر بعدی میشیم. خب در اینجاست که ما احتیاج داریم از دستور جدیدی استفاده بکنیم تحت عنوان گروپ باکس یا جعبه‌ای که برای گروه بندی کردن محتویات مختلف استفاده میشه تحت عنوان GRP2 و سپس در داخل دبل کوتیشن هم عبارت level of detail رو وارد میکنیم. دبل کوتیشن رو میبندیم، مقدار پوز علامت 2 نقطه و همچنین عدد 10 و 174 رو احتیاج داریم. همچنین مقدار بعدیش رو هم ویت در نظر میگیریم برابر باشه با مقدار 291 و همچنین مقدار دیگری رو هم تحت عنوان هایت احتیاج داریم برابر باشه با 113. وارد سطر بعدی میشیم و یک بار دیگه از دستور گروپ باکس استفاده میکنیم با این شکل نگارشی تحت عنوان GRP4. خب دبل کوتیشن رو در اینجا میگذاریم، سپس عبارت پروگرامز هم در این قسمت می نویسیم و همچنین مقدار پوز علامت 2 نقطه عدد 10 و همچنین 298 رو احتیاج داریم. خب در داخل بلاک محصورشون میکنیم، سپس میگیم که مقدار ویت در اینجا نوشته بشه برابر با 290 باشه و همچنین مقدار بعدیش رو هم هایت در نظر میگیریم که میگیم به این صورت باشه 213. وارد سطر بعدی میشیم و در این قسمت از دستور edit تکست استفاده میکنیم برای متون قابل ویرایش. حالا عبارت load رو در اینجا میگذاریم، underline this underline file به این ترتیبی که مشاهده میکنید. یه دبل کوتیشن رو هم در اینجا میگذاریم که باید خالی باشه و مقدار پوز 2 نقطه رو در اینجا درج میکنیم. حالا میگیم که بر اساس پوزیشن مقدار 70 و همچنین 479 شناسایی بشه. مقدار بعدیش رو هم ویت در نظر میگیریم، ارزش برابر با 215 باشه. مقدار هایتش یا ارتفاعش هم در این قسمت برابر با مقدار 23 باشه. و اما وارد سطر بعدی میشیم. در اینجاست که میگیم مقدار چک باکس رو احتیاج داریم که خب در رابطه با چک باکس ها میدونیم جعبه هایی هستند که میتونیم اونها رو تیک بزنیم و مواردمون رو تایید بکنیم و انتخاب بکنیم. حالا میگیم که عبارت use default file رو برای اون در نظر بگیریم. خب این عبارت رو هم در اینجا وارد میکنیم با این شکل نگارش و به قسمت بعدی میریم. در داخل دبل کوتیشن عبارت use last imported FLT file نوشته میشه. خب بعد از اینکه این مقدار رو نوشتیم دبل کوتیشنش رو میبندیم. حالا میگیم که پوزیشن یا
مختصات مکانیش در کجا باشه؟ عدد 23 و همچنین 461 باشه در داخل کروشه و بعد از اون هم باید مشخص بکنیم که مقادیر ویت و هایتش به چه اندازه‌ای هست. پس میگیم که مقدار ویت علامت 2.152 رو احتیاج داریم و همچنین مقدار هایت 2 نقطه‌اش رو هم برابر با 18 مشخص میکنیم. وارد سطر بعدی میشیم و ادامه میدیم دستوراتمون رو. خب در این قسمت میگیم که عبارت باتن، سپس مقدار set، underline فایل، underline باتن رو هم در اینجا میگذاریم، یه دبل کوتیشن و ادامه میدیم set فایل. با این شکل نگارش در داخل دبل کوتیشن مقدار پوز 2 نقطه و همچنین عدد 23 و 480 رو میگذاریم. در داخل بلاک خودش مقدار بعدیمون رو هم ویت مشخص میکنیم 44 و همچنین مقدار بعدیش رو هایت در نظر میگیریم عدد 22. به این ترتیب باید علامت 2 نقطه‌ای رو هم بگذاریم. خب وارد سطر بعدی میشیم و در ادامه کارمون به عبارتی میرسیم تحت عنوان لیبل یا برچسب. لیبل LBL شماره 9 رو مشخص میکنیم، یه دبل کوتیشن set LOD در این قسمت و همچنین مقدار دیستنس رو هم در اینجا وارد میکنیم، یه دبل کوتیشن که در حقیقت اینجا فاصله رو برای ما میخواد که محاسبه بکنه. عبارت پوز علامت 2 نقطه و مختصات 31 و همچنین 227 رو در نظر میگیریم. مقدار بعدیش رو ویت مشخص میکنیم عدد 114 و همچنین مقدار بعدیش رو هم هایت در نظر میگیریم عدد 21 و سپس به خط بعدی میریم. خب دقت داشته باشید که در جایی که ما تمام این مقادیر رو نوشتیم باید بریم به قسمتی که به صورت محلی و لوکال مقادیر اینی فایل در اختیار ما قرار میگیره. کارمون رو در اینجا با عبارت لوکال اینی فایل شروع میکنیم که به این صورت نوشته میشه علامت مساوی و دبل کوتیشن. خب حالا در قسمت بعدی میگیم که مقدار fn و مقدار reset LODS رو هم احتیاج داریم. پس به این ترتیب این مقدار رو هم وارد میکنیم loads و همچنین علامت مساوی. یک بلاک پرانتز رو باز میکنیم و همچنین در قسمت بعدی هم میگیم که مقدار current یا جاری مساوی باشه با مقدار flight استادیو. با این شکل نگارشی که در این قسمت ملاحظه میکنید. dot مقدار بعدی رو هم get load distance مشخص میکنیم. خب این مقدار رو هم که در اینجا وارد کردیم پرانتز باز و بسته رو در مقابل اون میگذاریم. مقدار بعدیش رو هم فلایت استادیو مشخص میکنیم. دات مقدار لود ماست دیتیل به این ترتیبی که در تصویر هم مشاهده میکنید. خب این عبارت رو هم که ما در اینجا نوشتیم پرانتز باز و بسته رو هم در مقابل اون میگذاریم و به سطر بعدی میریم. خب حالا میگیم که مقدار ماست دیست رو در این قسمت ما احتیاج داریم که به این شکل نوشته میشه مساوی باشه با مقدار فلایت استادیو به این شکل و عبارت بعدیمون هم باشه dot get load distance به این ترتیبی که مشاهده میکنید. خب این عبارت رو هم در اینجا می نویسیم پرانتز باز و بسته ای رو میگذاریم و به سطر بعدی میریم. خب اینجا میگیم که مقدار فلایت استودیو رو باید که داشته باشیم دات و مقدار بعدیمون رو هم مشخص میکنیم که برابر باشه با عبارت load list detail. خب این عبارت رو هم که ما در اینجا نوشتیم وارد سطر بعدی میشیم. حالا میگیم که مقدار list dist در این قسمت نوشته بشه مساوی باشه با مقدار flight استادیو به این ترتیبی که در تصویر هم مشاهده میکنید. دات عبارت get load distance رو هم در اینجا احتیاج داریم. خب این عبارت رو هم می نویسیم پرانتز باز و بسته و به سطر بعدی میریم. حالا در اینجا میگیم که مقدار فلایت استودیو رو احتیاج داریم. دات مقدار بعدی رو هم set load distance در نظر میگیریم. حالا میگیم که عبارت بعدیمون باشه مقدار current و به سطر بعدی میریم. حالا مقدار بعدیمون در اینجا میشه مقدار کامرا پوز. پس این مقدار رو هم در اینجا وارد میکنیم. دات مقدار رنج رو اضافه میکنیم مساوی باشه با یک کروشه رو میگذاریم. مقدار بعدی رو ماست دیست در نظر میگیریم. خب
یک کاما مقدار لیست. دیست هم در این قسمت احتیاج داریم که خب مقادیر دیست احتیاج دارن که به صورت مختصر استفاده بشن و مخفف دیستنس هستن و همچنین مقدار بعدی رو هم current در نظر میگیریم. کروشمون رو در اینجا میبندیم، وارد سطر بعدی میشیم و ادامه میدیم. یه بار دیگه از دستور کامرا پوز استفاده میکنیم، یعنی پوزیشن کامرا یا دوربینمون. دات ولیو خب مساوی باشه با مقدار current با این شکل نگارش و یک بار دیگه میگیم که مقدار کم پوز underline اسلایدر هم در اینجا داشته باشیم. دات رنج به اون اضافه میشه که محدودش رو مشخص میکنه، مساوی باشه با مقدار ماست دیست به این ترتیبی که در تصویر هم مشاهده میکنید. یک کاما رو میگذاریم، مقدار لیست دیست هم در اینجا نوشته میشه با این شکل نگارشی، یک کاما و سپس مقدار current رو اضافه میکنیم. خب بلاکش رو در اینجا میبندیم و به سطر بعدی میریم. در اینجا میگیم که مقدار کمپوز در اینجا underline اسلایدر رو هم احتیاج داریم. dot value که مقدارش رو برای ما مشخص میکنه، مساوی باشه با عبارت current و در نهایت بلاک پرانتزمون رو در این بخش کامل میکنیم و میبندیم. خب حالا در سطر بعدی میگیم که مقدار fn و سپس مقدار new import file باید که درج بشه، مساوی باشه با یک پرانتز رو باز میکنیم. خب در اینجا میگیم که مقدار ریست لود رو احتیاج داریم، پس این مقدار رو هم در اینجا وارد میکنیم و پرانتز باز و بسته رو میگذاریم. حالا در اینجا میگیم که یک شرط وارد عمل میشه، if و سپس مقدار use default file رو مینویسیم. خب این رو هم در اینجا که احتیاج داریم وارد میکنیم. دات مقدار استیت رو هم در اینجا وارد میکنیم، مساوی باشه که دو تا علامت مساوی به نشانه مساوی بودن هست، برابر باشه با true then. سپس چه اتفاقی رخ بده؟ یک بلاک پرانتز جدید باز میشه، مقدار t3 مساوی باشه با مقدار flight استودیو با این شکل نگارشی. دات مقدار get last import. خب این مقدار رو هم که در اینجا نوشتیم پرانتز باز و بسته ای رو میگذاریم و سپس عبارت load underline this رو هم در اینجا احتیاج داریم. underline file که اشاره میکنه به فایل جاریمون. dot text هم مشخص میکنه که فایل ما متنی هست، مساوی باشه با double quotation backslash double quotation. double quotation به علاوه مقدار t3 به علاوه دبل کوتیشن بکسلش دبل کوتیشن دبل کوتیشن و در نهایت بلاک های پرانتزمون رو میبندیم. و اما در این قسمت و بعد از نوشتن این بخش از دستورات باید قسمت جدیدی رو شروع بکنیم. بنابراین اجازه بدید که در منوی فایل با دستور سیو این فایلمون رو هم ذخیره بکنیم. بنابراین در اینجا عدد 202 underline و سپس مقدار فلایت استودیو رو برای اون در نظر میگیریم. دقت داشته باشید که همین پسوند MS و MCR برای ما مناسب هستن و میتونن که مقادیر ما رو به صورت اسکریپتی ذخیره سازی کنن. حالا بهتر میتونیم کارمون رو ادامه بدیم و در صورت نیاز و هر کجایی که احتیاج شد با فشردن کلیدهای کنترل S میتونیم که تغییرات رو ذخیره سازی کنیم. خب در اینجا ما احتیاج داریم که از چک باکس استفاده بکنیم که خب قبلا هم توضیح دادیم چی هست. چک باکس ها به ما این امکان رو میدن که بتونیم در هر کجایی که خواستیم مقادیرمون رو تیک بزنیم. مقدار CHK5 رو در اینجا میگذاریم و سپس در داخل دبل کوتیشن عبارت materials رو وارد میکنیم. دبل کوتیشنمون رو میبندیم، عبارت پوز علامت 2 نقطه و کروشه عدد 21 و همچنین 75 رو احتیاج داریم. مقدار بعدیش رو هم ویت در نظر میگیریم، برابر باشه با عدد 71 و همچنین مقدار بعدی رو هایت در نظر میگیریم، عدد 17 باشه و همچنین مقدار جدیدی در اینجا اضافه میشه تحت عنوان چکد که یعنی این چک باکس ما تیک خورده باشه یا خیر. علامت 2 نقطه و بعد از اون هم عبارت ترو نشون دهنده این هست که این چک باکس تیک خورده باشه و بتونیم که از اون استفاده کنیم. خب دقت داشته باشید که ما در اینجا عبارت چک باکس رو چون که باید زیاد استفاده بکنیم کپی میکنیم و سپس اون رو پیست میکنیم. خب
عبارت CHK 6 رو در اینجا احتیاج داریم. در داخل دبل کوتیشن هم عبارت تکسچرز رو وارد میکنیم به معنای بافت ها و نقوشی که به صورت برجسته میتونن جهت متریال ها استفاده بشن که در ویری هم زیاد استفاده میکنیم. خب مقدار پوز رو در اینجا تعیین میکنیم، یعنی همون پوزیشنش عدد 21 و همچنین 97. بلاکش رو میبندیم. مقدار بعدیش رو ویت در نظر میگیریم عدد 71 و همچنین مقدار بعدیش رو هم هایت در نظر میگیریم عدد 17. حالا در اینجا میگیم که مقدار چکدش باید برابر با ترو باشه، یعنی در حقیقت این رو هم میگیم که تیک خورده باشه. عبارت چک باکس رو در اینجا می نویسیم، مقدار CHK 7 رو اضافه می کنیم و در داخل یک دبل کوتیشن عبارت فیس رو می نویسیم. دبل کوتیشنمون رو درج می کنیم، مقدار پوز هم در اینجا علامت 2 نقطه و سپس بلاک. خب در داخل بلاک کروشه میگیم که عدد 106 و همچنین عدد 119 رو احتیاج داریم. همچنین مقدار بعدیش رو هم باید که مشخص بکنیم، عبارت ویت باشه که با عدد 48 اون رو مشخص میکنیم و همچنین مقدار هایتمون باشه که اون رو هم با عدد 17 تعیین میکنیم. در ادامه کارمون هم میگیم که مقدار چکد مساوی با ترو باشه، یعنی این قسمت هم فعال شده باشه. یه بار دیگه عبارت چک باکس رو می نویسیم و عنوان خاصی رو برای اون در نظر می گیریم. این بار میگیم که مقدار CHK شماره 12 باشه. در داخل دبل کوتیشن عبارت گروپ رو وارد می کنیم و سپس دبل کوتیشن رو می بندیم. مقدار پوز علامت 2 نقطه و سپس در داخل اون هم 106 و 75 رو احتیاج داریم. خب بعد از اینکه این مقدار رو در اینجا نوشتیم میگیم که مقدار ویت علامت 2 نقطه در این قسمت باشه عدد 52 و همچنین مقدار هایت رو هم در اینجا احتیاج داریم که عدد 17 باشه و در نهایت مقدار چکت رو هم در اینجا میگیم که مساوی باشه با مقدار ترو، یعنی فعال باشه. و اما مجددا عبارت چک باکس رو می نویسیم، CHK عدد 13 رو به اون نسبت میدیم و در داخل دبل کوتیشن عبارت آبجکت به معنای شی رو وارد میکنیم. خب میگیم که پوز علامت 2 نقطه عدد 106 و همچنین 97 مورد نیازمون هست. بلاکش رو کامل میکنیم. سپس میگیم که مقدار ویت علامت 2 نقطه و همچنین عدد 71. عبارت هایت رو هم در این بخش احتیاج داریم، علامت 2 نقطه عدد 17 و همچنین مقدار بعدیش رو هم چک در نظر میگیریم که مساوی باشه با مقدار ترو یا در حقیقت فعال. خب وارد قسمت بعدی میشیم. یک بار دیگه عبارت چک باکس رو استفاده میکنیم، عبارت CHK 14 رو به اون نسبت میدیم. در داخل دبل کوتیشن هم عبارت LOD رو وارد میکنیم، مقدار پوز 2 نقطه و سپس عدد 236 در داخل کروشه و همچنین عدد 75 رو احتیاج داریم. خب مقدار بعدیش رو میگیم که باشه ویت علامت 2 نقطه عدد 53 و همچنین مقدار بعدیش رو هم میگیم که هایتش باشه برابر با عدد 17. مقدار دیگری رو هم در اینجا احتیاج داریم مطابق با همون روال قبلی که چکد هست و اون رو هم برابر با مقدار ترو در نظر میگیریم. و اما وارد سطر بعدی میشیم. یک بار دیگه عبارت چک باکس رو احتیاج داریم. این بار میگیم که مقدار CHK 15 برای اون در نظر گرفته بشه. عبارت DOF هم در اینجا میگذاریم و سپس مقدار پوز علامت 2 نقطه عدد 172 و همچنین عدد 141 رو در اینجا میگذاریم. مقدار بعدیش رو هم ویت در نظر میگیریم که عدد 71 باشه و همچنین مقدار هایت رو هم در اینجا برابر با عدد 17 در نظر میگیریم. مقدار دیگریش رو هم در اینجا میخوایم تحت عنوان چکت که اون رو هم برابر با ترو در نظر میگیریم به معنای اینکه این چک باکس تیک خورده باشه. و اما وارد قسمت بعدی میشیم. یه بار دیگه از عبارت چک باکس استفاده میکنیم. مقدار CHK 16 رو به اون نسبت میدیم. در داخل دبل کوتیشن هم عبارت لایت رو می نویسیم و سپس میگیم که مقدار ST باید برای اون در نظر گرفته بشه با این شکل نگارشی که مشاهده میکنید. خب دقت داشته باشید که
در قسمت بعدی میگیم که پوز علامت 2 نقطه و سپس عدد 172 و همچنین 75 رو احتیاج داریم. مقدار دیگرش رو میخوایم تحت عنوان ویت با عدد 58 و همچنین مقدار بعدیش رو هم میخوایم هایت با عدد 17 و همچنین مقدار دیگری رو هم در اینجا احتیاج داریم تحت عنوان چکد که اون رو هم برابر با ترو در نظر میگیریم و میگیم که تیک خورده باشه. و اما در قسمت بعدی وارد میشیم و به همین ترتیب از عبارت چک باکس استفاده میکنیم. CHK شماره 17 در داخل دبل کوتیشن عبارت کت رو وارد میکنیم و سپس مقدار پوز علامت 2 نقطه 236 و 119. بلاکمون رو میبندیم. مقدار دیگری رو در اینجا احتیاج داریم تحت عنوان ویت برابر باشه با مقدار 45. مقدار هایت یا ارتفاعش رو هم در اینجا 17 در نظر میگیریم. خب مقدار دیگری رو هم در اینجا احتیاج داریم تحت عنوان چکد که خب میگیم اون رو هم بر روی ترو در نظر میگیریم. یه بار دیگه مقدار چک باکس رو در اینجا فراخوانی میکنیم و همچنین میگیم که CHK شماره 18 باشه. و اما در داخل دبل کوتیشن مقدار BSP دبل کوتیشن مقدار پوز علامت 2 نقطه و همچنین عدد 236 و همچنین 97. مقدار ویت یا عرضش رو 56 در نظر میگیریم. مقدار هایت یا ارتفاعش رو هم برابر با 17 در نظر میگیریم. خب مقدار دیگری رو احتیاج داریم تحت عنوان چکد. خب مطابق با روال همیشگی اون رو هم برابر با ترو در نظر میگیریم که این قابلیت رو هم فعال کرده باشیم. یک بار دیگه عبارت چک باکس رو در اینجا درج میکنیم. CHK شماره C و سپس در داخل دبل کوتیشن عبارت لایت PT رو میگذاریم که اشاره میکنه به نورهای نقطه‌ای یا پوینت. و اما در قسمت بعدی مقدار پوز علامت 2 نقطه 172 و همچنین مقدار 97 اعداد مورد نیاز ما هستند. عبارت ویت رو در اینجا میگذاریم و عدد 56 رو برای اون در نظر میگیریم. مقدار هایت رو هم در اینجا میگذاریم و عدد 17 رو در نظر میگیریم. و اما دقت داشته باشید که در این قسمت ما میگیم که مقدار چکدمون برابر باشه با مقدار ترو، یعنی حالت فعال رو به خودش گرفته باشه. خب یک بار دیگه میگیم که عبارت چک باکس رو در اینجا احتیاج داریم. این بار CHK شماره 31 رو با اون نسبت میدیم. در داخل دبل کوتیشن هم عبارت XREF یا External Reference یا مراجع خارجی رو مشخص میکنیم. پوز علامت 2 نقطه عدد 21 و همچنین 119 در داخل بلاک و همچنین مقدار دیگری رو احتیاج داریم تحت عنوان ویت با اندازه 54 و همچنین مقدار هایت با اندازه 17 و همچنین مقدار دیگری رو هم در اینجا احتیاج داریم تحت عنوان چکد که خب میگیم این هم برابر با ترو باشه. و اما وارد قسمت بعدی و سطر بعدی میشیم و اینجاست که از عبارت گروپ باکس باید که استفاده بشه. با این شکل نگارشی مقدار G R P8 رو برای اون در نظر میگیریم. یه دبل کوتیشن و عبارتی رو در اون مینویسیم Ignore nodes on import که در حقیقت اشاره میکنه به بحث نادیده گرفتن گره ها در زمان ورود و همچنین وارد کردن مقادیرمون. خب میگیم که یه مقدار پوز یا پوزیشن رو هم برای اون در نظر میگیریم برابر باشه با 10 و همچنین عدد 53 و یک مقدار دیگری رو هم در اینجا احتیاج داریم تحت عنوان ویت 291 و همچنین مقدار هایتش رو هم در اینجا میگیم که باشه عدد 116. و اما به سطر بعدی میریم. خب در سطر بعدی که ما وارد بشیم میگیم که باز هم احتیاج داریم به مقدار چک باکس. بنابراین میگیم که CHK شماره 71 رو در اینجا در نظر میگیریم. یه دبل کوتیشن و همچنین مقدار بعدیش باشه مقدار سویچ در داخل دبل کوتیشن. پوزیشن یا موقعیتش رو هم در اینجا عدد 172 و همچنین عدد 119 در نظر میگیریم. مقدار دیگری رو در اینجا احتیاج داریم تحت عنوان ویت عدد 56 و همچنین مقدار دیگری تحت عنوان هایت عدد 17 رو میخوایم. مقدار دیگری رو هم میخوایم تحت عنوان چکد که خب طبعا برابر با مقدار ترو تنظیمش میکنیم. و اما در قسمت بعدی ما باز هم عبارت چک باکس رو احتیاج داریم
chk شماره 72. در داخل دبل کوتیشن هم عبارت کلیپ رو میخوایم. دبل کوتیشن مقدار پوز 2 نقطه و سپس عدد 236 و همچنین عدد 140 رو می نویسیم. بلاکش رو کامل میکنیم. مقدار دیگری در اینجا احتیاج داریم تحت عنوان ویت 45 و همچنین مقدار هایت با اندازه 17 و همچنین مقدار دیگری هم در اینجا احتیاج داریم تحت عنوان چکد که خب اون رو بر روی مقدار ترو تنظیم میکنیم به این ترتیبی که در تصویر هم مشاهده میکنید. خب دقت داشته باشید تا این قسمت که ما دستوراتمون رو نوشتیم بحث ما طولانی شده، بنابراین ترجیحاً ادامه دستوراتمون رو در طی درس بعدی خواهیم داشت. البته اجازه بدید که در منوی فایل گزینه سیو رو انتخاب بکنیم تا تغییرات ما ذخیره بشن.